بهترین سرمایه گذاری و درصد بازدهی آن در ایران چیست؟ طلا و سکه، نقد شوندگی بالا و حفاظت در برابر تورم از مزایای این بازار و نوسانات قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز از ریسک های این بازار است. بسته به شرایط بازار جهانی و نرخ ارز، بازدهی سرمایه گذاری در طلا می تواند بین 10% تا 30% در سال باشد. انتخاب بهترین نوع سرمایه گذاری به اهداف مالی، میزان ریسک پذیری و شرایط بازار بستگی دارد. برای دستیابی به بازدهی مناسب، مشاوره با کارشناسان مالی و استفاده از تحلیل‌های دقیق توصیه می شود. بازدهی‌های ذکر شده تقریبی هستند و ممکن است بسته به شرایط بازار و زمان تغییر کنند.